خیلی از دخترای تینیجر و جوون آرزوشونه که برن کره جنوبی مثل دراماها با عشقشون توکبوکی و سوجو بخورن، تو خیابونای سئول قدم بزنن، کنسرت ستاره‌های کیپاپ رو مثل BTS، بلک پینک، اکسو، استری کیدز، گات 7 رو اینا رو از نزدیک ببینن، بالا پایین بپرن و اشک بریزن از اینکه فرشته‌هاشون واسهشون دست تکون میدن. این تو جامعه ما یه واقعیته که خیلی از والدین و مسئولین نمیخوان قبولش کنن. عده‌ای آدم نفهمم این بندگان خدا رو مسخره میکنن و هیت میدن. من با هیچ کدومشون کاری ندارم. مخاطبم توی گل دختره که همین آرزوها رو تو سر داری و ناراحتی که چرا تو ایران الان داری زندگی میکنی و برات سواله که چرا نمیذارن حداقل BTS بیاد تو ایران کنسرت بذاره تا ما از افسردگی نجات پیدا کنیم. بزرگوار من، آیا پرسیدی از خودت که اون کره جنوبی که بهشت رویاهاته چرا بالاترین نرخ خودکشی در بین کشورهای جهان رو داره؟ اصلا میدونستی؟ یه سرچ ساده بزن، کشوری که همه مسحور سامسونگ و LG و هیوندای و کیفیت عالی محصولاتشن، مردمش از شدت استرس و فشار و احساس پوچی از دانش آموزش تا پیرمرد پیرزنش مثل آب خوردن جون خودشون رو میگیرن. دیدی چقدر مشروب میخورن؟ این شیشه های خالی مشروب رو دیدی دم درشون تو این دراما ها؟ غالبا برای رها شدن از فشار و مشکلات مجبوره. BTS و به طور کلی کیپاپ اگه بلد بود اول مردم کشور خودش رو نجات میداد. مردم حالا به کنار به جهنم، کلی آیدل و ستاره موسیقی با این همه شهرت و ثروت و زیبایی به خاطر هر چی، فشار صاحب کمپانی، مردم، هیترها، هر چیزی، طاقتش تموم میشه و به زندگیش پایان میده. چرا؟ عزیز جان، رقص و موسیقی در ظاهر انرژیزا و جذاب و فریبنده است، اما فقط برای چند ساعت و چند لحظه باعث میشه مشکلاتت رو فراموش کنی. بعدش باید با واقعیت‌ها روبرو بشی، چه بخوای چه نخوای. شاید مسخرم کنی اما مهم نیست. منم میخوام یه نسخه بهت معرفی کنم، خواستی بهش فکر کن. میدونی چرا ایرانشی ما اسمش تو 50 تا کشور رکورددار خودکشی هم نیست؟ یکی از دلایل اصلیش همینه که ما خدا داریم، ما اهل بیت داریم، ما ملت امام حسینی، همون آقایی که تو سخت‌ترین لحظات زندگیش با کلی زخم به جسم و روحش بین 30,000 دشمن مسلح که دارن بهش میخندن، فرزندانش اربن اربا تکه تکه شدن، اصحاب شهید شدن، تک و تنها تشنه و گرسنه توی گودال وسط اون همه شمشیر و نیزه شکسته با خداش راز و نیاز میکنه و میفرماید راضیم ازت خدا جون، رزم به رضاک. تصورش رو کن، یه دونش 100 تای ما رو زمینگیر میکنه. چرا اینطوره؟ چون بنده خوب خداست. تو هم اگه میخوای قوی بشی باید شبیه اون آقا بشی. حالا ممکنه بگی ایشون مرد بودن، ما زن هستیم، خانم هستیم، احساسی تریم. خب خواهر ایشون زینب کبرا المصائب لقبشه دیگه، مصیبت نمونده که ندیده باشه تو مدت زندگیش. تو کوفه مردا احاطش کردن، تصور کن کلی مرد احاطت کنه، با تمسخر و تحقیر ازش میپرسن چی دیدی دختر علی؟ با دست بسته و صورت آفتاب سوخته فرمود ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم. آخه چرا نمیشکنه این زن؟ چون دلش پر از ایمان و یقین به خداونده. اون دختره که تو دراماهای کره‌ای تا یه پسری تو مدرسه اذیتش میکنه میره خودش رو از پشت بوم بندازه پایین، حسین و زینب نداره، مجبور طوفان درونش رو چند صباحی با جملاتی مثل خودت رو دوست داشته باش، love yourself، با اینا ساکت کنه. اما بازم پا میذاره لبه ساختمون تا شاید تو زندگی بعدیش یه شرایط بهتری رو تجربه کنه، چون به تناسخ که دروغ محضه این اعتقاد رو داره. حالا این تو هستی که انتخاب بکنی کوه صبر زینب کبرا باشی یا گوهرا و سلی.